أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام. دیده ایستاده ایم که امروزها دخترهای جوان شوهر کرده ایستادند، همان لحظه از خانه شوهر برگشته ایستادند، یعنی که دختری خودشون از دست داده هستند، نه دختر هستند. در سال 2018 اگر حساب کنیم از حساب هم بیرون شده است که اینقدر دختران جوان یعنی که نادختر شدند. سببگار این در چی هست؟ سببگار این یکم در بی اهمیتی پدر و مادر است و دوم این تلفن های موبیلی هست که در دست اونها میتیم و نظاره نمیکنیم که اونها چی کار میکنن و کجا میدرویند. و سوم این من 100% گفته میتوانم که این کینوهای عاشقی است، کینوهایی که ترکیه که امروز برآمده است عاشقی است. عاشقی همونها را میبینند، در دل دختر ذوق عاشقی پیدا میشود و اون دختر هم با یگون کس فریفته یگون جوانی نامرد میشود و با او صحبت میکنند، دختر خودش را ای دست میتید. حالا ما درباره دخترها صحبت کرده ایم، ان شاء الله حاضر درباره مردها من سوال میتونم مردها کنی ببینیم که چه خیلی جواب داده میتوانند. خواهران عزیز، خودتون را احتیاط کنید، با امید هیچ چیز نشوین، در فریفته مردهای دیوس نشوین. او شما را فریب میدهند. یگان مرد نیست که در وعده دادهش بیستد، در همین زمان حاضره که عاشقی کند و در همون وعدهش بیستد، از سر سطح یک تنه باشه دیگر نیست. فریفته اون جوان ها نشوید، اونها شما را فریب میدهند. اینم که دخترای خودتون از دست میدین. اگر که دختری خودتون که از دست ندادین، اونقدر عاشقی حقیقتون که دستی به دست اچاق و دیگر کارها میکنید، اگر که تو نادخترم که نرآمدی در زندگی تو خوشبخت نمیشوی. بدبختی ها در زندگی در سرت میبیاید، چه عذاب هایی را میکشی، خودت به دست خودت بدبختی در سر خودت میآری. احتیاط کن خواهری عزیز، باز هم به شما میگم احتیاط کنین. بس از با فکرم اون دنیای خودتون هم میسوزونین، این دنیاتون هم میسوزونین. بدبختی در سرتون میآید، در کار نیست. طاقت کنین، ان شاء الله همه چی میرسی. با همون چیزی که خواهشه که در دل باشه ان شاء الله همین با طاعت و عبادت باش، ان شاء الله قرآن بخوان، الله با تو چنان مردی را نصیب میکند که ان شاء الله در زندگیت خوشبخت‌ترین زن خواهی شد. این فریفته دام این شیطان ها نشوید. و پدر و مادر شما هم یک نظاره کنید. دخترها خیلی عقلشون کوتاه هستند، از ما نرنجین خواهران عزیز، ما برای فایده شما میگیم. خیلی احتیاط کنین، زمانی شده است که با اندکی شما را فریب داده و بکارت خودتون از دستتون میتین، بدبختی و رسیدگی خودتون به سر خودتون به دست خودتون میآرید. امروز ها زمان همین خیل شده است. و با مردها چی گفتنی هستم؟ من با مردها سوالی میکنم، اگر همین سوالی مرا جواب داده تانند، من میگم که شما مرد هستین. آیا شما میخواهید که چگونه که هستین همون خیل زن به شما الله نصیب کند؟ یعنی که در حیات چگونه هستی، چگونه میگردی، چگونه سخن میکنی، میخوای که به مثل خودت الله به تو همون خیل زن نصیب کند؟ ما همیشه دعا میکنیم که الله هر کس مردی که چقدر است برای او همون خیل زن نصیب کند. این وعده الله هست. الله گفته است که چگونه که باشه برای تو همون خیل زن نصیب میکنم. نمیخوای نه؟ اگر همین سوالی مرا شما جوابش در کامنتاری ما بنویسید، من میخونم. ما و شما میریم دست یک دختر میقپیم، میریم با دخترها گپ میپرتاییم، دخترها قد معیشت میکنیم، انا همون خیل زن برای ما و شما نصیب میگردد. اگر که نصیب هم که نگرد، یک زنی که اگر به طوری الله داد در زندگی تو را بدبخت ترین مرد میگرداند. میگم مرد میکند، زن میکند، نامردم که کند همین زن میکند. لیکن چگونه که هستیم انا همون خیل زن برای ما و شما نصیب میکردم. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید حالی وقتی توبه است، ما توبه بکنیم، از همین راهمان برگردیم، با دخترها صحبت نکنیم، این قدر رفته و زنا و این کارها را نکنیم. وقتی که این کارها را که کردی، انتظار باش همون خیل زن در خونه. زنت همین خیل، فرزندایی که از تو به دنیا می آید اونها هم همین خیل. میخوای همینا؟ هر من میخواد که زنی با تربیت داشته باشد، فرزندای با تربیت که یک فرزندای از او به دنیا بیاید که در وطن خدمت کند، در دین اسلامش خدمت کند، در حق پدر و مادرش دعاگو باشد. همه این را میخواهد. وقتی که این چیزا میخواین، چرا باید دختر صحبت میکنین؟ چرا زنا میکنین؟ چرا دشنام میتین؟ این دشنام دادن هم یکی از علامت های منافق است. همین خیلی دشنام دادن میگیر، در وقتی مردن با همین کلمه ها در زبانت میبیاد به جای کلمه شهادت.
این دختران ما خیلی ما باید که دختران نصیحت بکنیم. اگر یک خواهر به سوی ما اگر گوید که یک گپی اگر گوید ما باید یک سخن در سخن او گوییم که از سخن ما تحصیل بکند. خودتان با دست خودتان به آتش دوزخ نزدیک شده ایستادین. وقتی که دانسته میکنین الله شما را نمیبخشد. میدونین که همین گناه هست الله بر سبب همین شما را عذاب میکند، هیچگاه الله شما را نمیبخشد. وقتی توبه هست توبه بکن. اگر اینجا یکم گناهگارها مردها هستند، یکم گناهگار مردها هستند. چگونه مردها؟ اگر که مردها به سوی اون دخترها نروند، او دختر هیچگاه آورده خش در اچاق این مرد نمیپرتوید. اگر که او یکم دختر بی تربیه و بی معنی هم که باشد اگر بیاد پرتوید، ما خودمون را قبلا نمیتوانیم یا یک طلاق زده نمیتوانیم. نه که من ندیدم که این یکم دختر بیاد خش پرتوید. سببگوری همه این یکم مردها هستند. ما باید خواهران را نصیحت کنیم. یک دختری را میبینی به معنی و به تربیتی میگردد، ما او را نصیحت کنیم. از این دخترها را میبینی یک خیلش این یکم هم آزادی است. چگونه لباس میپوشی این با وابسته به خودت هست. نخواد که یوبکه بپوشی از همین شرمگاهت یک همین وجه بگیم یک وجه پایانتر از شرمگاه از تای همون یوبکه چیزی پوشیدگی نیست. یک چیزی نمیپوشی که همین پایهایت رو پوشاند. آخر اون مرد پایهای تو را میبیند، او شیطان در دل او جوش میزند، بعدا باز فریفته کرده تو را میبرد با یکم کار که گرفتار نکند، بعدا بعد بدبختی به سر خود به دست خود میاری. خواهران عزیز، من میدونم که شما خیلی گمراهی در خوش شده ایستادین. یعنی که شیطانی و عاشقی و فریفته همین دنیا و همه چیز شدگی هستین، خودتون نمیقبین. آبروی ملت خودتون نریزونین. شما هم یک حیا باید داشته باشید. حیا باید که دارد آدمیزاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. ما و شما باید حیا داشته باشیم. ما انسان هستیم، الله ما را با حیا آفریده است. چرا که الله مهربان چیزی که باشد، چه میوجودی که باشد با پوسلاق می آفرد. الله پاک است، پاکان را دوست می‌دارد. نگاه که چهارمغز روش پوشاندگی، انار روش پوشاندگی، سیب پوست داره، تمام همه چیزی که آفرید او ایروش یک پوست دارد که درون یه تازه بیسد. حتی همین دخترها هم الله محکم آفریده است، یعنی که پوشانیدگی است. برای همین سبب خواهران عزیز و پدران عزیز، مادران عزیز، این سطح‌ها رو گرفته برده در نزد فرزنداتون، در نزد خانواده‌تون بمانید که تا اینکه بفهمند که این بدبختی‌ها به سر اونها نیاید. آبروی شما را میریزاند، آبروی برادرشان را میرساند. در همون قشلاقتون بگیم، در همون دهتون دیگر با سر بلند شما گشته نمیتوانید. این شرمندگی میشود برای ما و شما. این یک نه تنها شما را گفته، این برای ما هم دخل دارد. این برای تمام کل امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دخل دارد. ما تنها از برای الله برای شما میگیم. آبروی وطن خطر نریزونید. دخترها را خوشو تربیه کنین، برای این بخوانند، خدمتگار وطن باشند، خدمتگار اسلامشان باشند، دعاگو در حق پدر و مادرشان باشند. این دنیا را خودتون دیده هستین که میمیری، این میروزی یا پگاه میمیری. ما دانم که شما نمیرین، ما دانم که نمیرین، خیلی گویم که نمیمردین یا من که گشتن بگیرن. همه میمیرد. کجا میرویم؟ با نزد الله میرویم. اینقدر گناه را یک بار فکر نمیکنید که ما چخیل همینا جواب داده میتوانیم. یک نصیحت برای خواهران است. خواهران عزیز، خوشو گوش بکنین و پیرو از همین سخنها باشید. اگر همه پسرها دختران قرآن خوان را میگرفتند، همه دخترها قرآن خوان میشدند. ای دختر ملت، تو نگهدار حیا باش، با خلق نکو نکهت گلزار صفا باش. شاداب جهان باشی اگر راست بگردی، رسوا نشوی زین سبب از اهل وفا باش. داننده شو علم بیاموز به مردم، دوزنده و هم با هنر و پاک لقا باش. ای دختر پاکیزه به نااهل مشو یار، با جنس خودت باش و زی اغیار جدا باش. با عزت و حرمت به پدر مادری غمخوار، از صدق نما خدمت خواهان دعا باش. عفت که بود زیور زنهای پیامبر،
چون مغز تو در قسمت آزرم و حیا باش. آداب بیاموز تو از حضرت زهرا، چون رابیه از مهر زر و سیم جدا باش. با نیکی به همسایه و با خلق جگرسوز، در خدمت شوهر تو با جان و سر و پا باش. با حفظ نماز و درود و خواندن قرآن، از دیده به شرم نهان در همه جا باش. خواهی شوی آزاد ز قهر حق و دوزخ، با توبه و ذکر و عمل و خیر و سخا باش. احراری که از حق به تو توفیق بخواهد، از شرم و حیا مثل گل رنگ حنا باش. بله، اگر ما و شما دختران قرآن خوان را می گرفتیم، هر آینه همه دخترها قرآن خوان می شدن. برادر جان، حیات برایت یک بار است. حرکت کن. دختری که قرآن نمی خواند به اون نظر مکن و تلاش مکن که اون دختر را به زنی بگیری. اگر دختر قرآن خوان و با حیا را بگیری، در زندگی برای تو بهترین زن خواهد شد. اگر دختر بی حیا و قرآن نمی خواندگی را بگیری، در زندگی بدترین زن برای تو خواهد شد. این را فراموش مکن. هر آینه با حیا هست. باقی در امان الله باشین. با شما بودیم صدای امید، یعنی امید جان یوسف زاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.